سلام. امروز روز زیر بغل بک. همه تمرینای زیر بغل رو براتون میذارم. میریم حوازیمون رو میزنیم، شاگردمون رو هندل میکنیم، بعد میایم بک میزنیم. دو، سه، چهار، پنج، شش، هشت، نه، یه دونه
تمرینای بک رو زدیم، تموم شد، غذامونم خوردیم. یه چیزی رو راجع به دوره حج میخواستم بهتون بگم. توی بدن نچرال وقتی که میریم تو دوره حج، اولا که نترسیم از وزن اضافه کردن، چون که اسمش بدن سازیه. ما تو دوره آف سیزن باید بدنمون بسازیم. اگر قرار باشه تغییری نکنیم، اون دیگه ساختنی نیست. واسه همین علاوه روانی خیلی فشار داره که تو دیگه اون کاتا رو نداری، یه مقدار چربی ممکنه اضافه شه. و صحبتی که دارم این بود که اصلا نگران نباشیم. تو دوره حج هر چقدر که رعایت بکنیم یه مقداری درصد چربی میره بالا. منتها اگر زیر نظر و روی اصول و مقدار کالری مناسبتون که مناسب حجمه، اینو مربی براتون حساب کتاب کرده، طبق همون پیش برین، درصد خیلی کمی چربی اضافه میکنیم. یعنی دیگه اونجوری فت زیاد نمیاریم که کات کردنشون وقت خیلی سخت بشه و دوباره طولانی تر بشه. ولی به هر حال بدن طبیعی این حالت توش طبیعیه. یه مقدار چربی رو اضافه میکنه برای اینکه عضله هم به دست بیاره. و کسایی که میبینید همش کاتن تو طول سال، خصوصا خانوم، قطعا از مقداری دارو استفاده میکنن، یا اگر عضلات بیش از حد حجیمی دارن قطعا از دارو استفاده میکنن. چه خانوم چه آقا بیش از حد نمیتونه عضله بیاره و اینکه کل طول سال نمیتونه بدنش رو کات نگه داره. و اینکه ویدیوها و عکسایی که بالاخره میذاریم میگیریم، نقش نور و فیگور گرفتن و تو کدوم قسمت از ماه باشیم، چون قبل پریود برم میکنیم، خیلی مهمه. گولشو نخوریم. یه بدن طبیعی واقعا نمیتونه که اون مقدار خشک و درصد چربی پایین رو نگه داره.